آیا میدونید که امروزها آبونچی ها یعنی پدپیچک هایی که از همه بیشتر است؟ آیا کسی را نام برده می توانید که بیش از 1 میلیارد آبونچی داشته باشد؟ این بجز پیامبر خدا معلم بشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگری نیست. حتی پادشاهان ابرقدرت روی دنیا هم اینقدر پیرو ندارند. محبت او در قلب 1 میلیارد و 800 میلیون مسلمان جای دارد. هر کسی که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توهین می کند پستی و فرومایگی خود را نشان می دهد. مکران و پیروان ملعونش وقتی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توهین کردند و کریکاتور کشیدند، به جهانیان نشان دادند که در برابر آبرو و عزت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به قدر یک سرگین گاو هم قدر و ارزش ندارند. ضعف و ناتوانی خود را نشان دادند. ببینید زور آنها فقط به کریکاتور کشی می رسد. اگر هزاران بار هم کریکاتور بکشند از قدر و منزلت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیزی کم نخواهد شد. برای دشمنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این را میگویم: موتوا بغیظکم، بمیرید به این خشم خود. قاتلکم الله، خداوند شما را هلاک بکند.